در حالی که امکان کار یافتن با دانشجوی مذهبی در تاجیکستان تنگتر می شود و مقامات نیز بیشتر به تعلیمات دنیوی جوانان ترجیح میدهند، دهها ساکن این کشور در مدرسه و دانشگاه‌های اسلامی روسیه تعلیم میگیرند. قسم کمی دانشجویان میگویند که تحصیل در دانشگاه‌های اسلامی و آموزش ارکان دینی را برای خود فرض میدانند. حالا تنها در دانشکده اسلامی روسیه در شهر قزان بیش از 50 دانشجوی تاجیک تحصیل میکند. مراد گیلمانوف نایب رکتور اوید به تعلیم در دانشکده اسلامی قزان گفت برنامه تعلیمی در این دانشکده موافق به تعلیمات مذهبی حنفیت تهیه شده اسلام معتدل را به دانشجویان تعلیم میدهد. درست همان مذهبی که در تاجیکستان مذهب اساسی اعلان شده است. این دانشکده داوطلبان را از تاجیکستان با راحتی مرکز اسلامی به امتحان‌های قبول راه میدهد و داوطلبان پس از سپردن امتحان به دانشگاه شامل میشوند. این مسئول دانشکده اسلامی روسیه میگوید تاجیکانی هم که با اهل عائله‌شان به روسیه مهاجرت کرده و در اینجا مقیم شدند برای تحصیل در این دانشکده میل و رغبت زیاد دارند. او گفت بسیاری ها برای آموزش زبان عربی و تئولوژی اسلامی، ژورنالیستیک اسلامی و اقتصاد اسلامی به این دانشگاه میآیند و پس از ختم دانشگاه حق دارند در اداره‌های دینی، بانک‌های اسلامی و به حیث ترجمان زبان عربی کار کنند. اوج مذهب دوستی در تاجیکستان با سالهای بعد سقوط شوروی رست آمد و با باز شدن راه سفر به کشورهای عربی تحصیل در دانشگاه اسلامی اوج گرفت. آنهایی که از معلومات دینی برخوردار بودند در بین اهالی ابروی خاصه داشتند و در بسیار موارد حرفشان بالاتر از حرف مقامات بود. مقامات تاجیکستان با نظر داشته احتمال گرویدن شهروندان به گروه‌های تندرو در خارج کشور اکثر آنها را به وطن آوردند. این عمل سطح مذهبی شوی جامعه را کاهش داد، اما نه به اندازه‌ای که مقامات انتظار داشتند. ولی مقامات ظاهراً از تحصیل جوانان در مکتب‌های دینی روسیه احساس خطر نمی‌کنند، زیرا این مکتب‌ها زیر نظر مقامات روسیه عمل می‌کنند و برنامه آنها با وزارت معارف آن کشور هماهنگ می شود. در روسیه عین زمان 74 مکتب و مدرسه های دینی عمل می کنند. موافق آمار نفوس شماری آخر تعداد اهالی مسلمان روسیه 15 میلیون یا 10% اهالی این کشور حساب شده است.